تو سوال یک گفته که تندی متوسط کمیت چیه؟ نرده. برداری که مبدأ محور رو در هر لحظه به مکان جسم وصل میکنه بردار مکانه. در حرکت با سرعت ثابت شیب نمودار مکان زمان که همون سرعت رو میده چیه؟ ثابت. شتاب متوسط همجهت با بردار تغییر سرعت. اینم از اونجا میفهمیم که آی اوریج مساوی است با دلتا وی به دلتا تی. نمودار سرعت بر اساس زمان رو کشیده، گفته در بازه زمانی 10 تا 20 ثانیه متحرک در جهت محور ایکس حرکت کرده یا خلاف جهت. چون دلتا ایکس منفیه پس متحرک در خلاف جهت محور ایکس حرکت کرد. در چه لحظه جهت متحرک عوض شده؟ از 0 تا 5 ثانیه دلتا ایکس مثبت بوده، یعنی حرکت در راستای محور ایکس بوده. ادامه از 5 تا 25 ثانیه دلتا ایکس چیه؟ منفیه. پس در لحظه 5 ثانیه متحرک تغییر جهت داده. در کدام بازه زمانی حرکت جسم کندشونده است؟ یعنی اندازه سرعت در حال کاهش باشه. در بازه 0 تا 5 ثانیه که اندازه سرعت از 4 رسیده به 0 و در بازه زمانی 20 تا 25 ثانیه که اندازه سرعت از 4 رسیده به 0. جابجایی متحرک در بازه زمانی 0 تا 10 ثانیه را پیدا کنیم. ما میدیم جابجایی مساوی است با V1 به علاوه V2 تقسیم بر 2 دلتا تی. در لحظه 0 سرعت 4، در لحظه 10 منفی 4 تقسیم بر 2 ضرب در چه بازه زمانی؟ 10 ثانیه. پس جابجایی میشه چقدر؟ 0. که اینو میتونستیم از تقارن سطح زیر نمودار V بر حسب T در بازه زمانی 0 تا 5 و 5 تا 10 هم محاسبه کنیم. آخرین سوال گفته یه گلوله داریم، یه حرکت سقوط آزاد داره انجام میده از ارتفاع 180 متری. زمان سقوط آزاد را به دست بیاریم. ما میدونیم دلتا ایگرگ مساوی است با منفی 1/2 جی تی به توان 2. دلتا ایگرگ همون ارتفاع میشه منفی 180 مساوی است با 1/2 10 تا میشه 5 تا تی به توان 2. تی به توان 2 میشه 36، بنابراین تی میشه چند؟ 6 ثانیه. یعنی 6 ثانیه بعد از اینکه سقوط انجام میشه متحرک به زمین برخورد. سرعت برخورد گلوله به زمین چیه؟ میشه V مساوی است با منفی جی تی منفی 10 ضرب در 6 که میشه منفی 60 متر بر ثانیه. چرا منفی؟ چون سرعت هم در راستای محور ایگرگ ها رو به پایین هستش.